هیچ چیز در زندگی شما تصادفی اتفاق نمی‌افتد. هر فردی که ملاقات می‌کنید به علتی به سمت شما فرستاده شده است. بعضی‌ها می‌آیند تا به شما آموزش دهند. بعضی‌ها می‌آیند تا بخشی از وجود شما را التیام بخشند. و بعضی‌ها صرفاً می‌آیند تا شما را دوست داشته باشند. وقتی کمی به این موضوع فکر کنید، حس متفاوتی دارد. چون هر انسانی که وارد زندگی شما شده، وظیفه‌ای داشته است. بعضی‌ها شما را درست دوست داشتند و نشان دادند که عشق واقعی چگونه باید باشد. بعضی‌ها فقط آمدند تا دقیقاً نشان دهند که دیگر چه چیزی را تحمل نخواهید کرد. و بعضی‌ها اصلاً زیاد نماندند، اما شما را برای همیشه تغییر دادند. آنها شما را به رشد ترغیب کردند. به شما کمک کردند روشن‌تر ببینید و شما را قوی‌تر از قبل ساختند. این قسمتی است که مردم از آن می‌گذرند. قرار نیست همه برای همیشه در داستان شما بمانند. اما هر کسی که ظاهر می‌شود به نوعی شما را متحول می‌کند. پس وقتی کسی می‌رود، دل شکسته نشوید. شاید آنها آمدند تا نشان دهند قوی‌تر از آن چیزی هستید که فکر می‌کردید. هر خداحافظی فقط به این معناست که یک فرد نقش خود را تمام کرده تا شما بتوانید به کسی که قرار است تبدیل شوید برسید. برای دیدن محتواهای بیشتر و مطالب مورد علاقه‌تان، کانال گوش بگی و در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.